یه خونه قدیمی پر از رازهای تاریک. یه خانواده با روابط پیچیده و یه نویسنده معروف که به شکل مشکوکی مرده. حالا یه کارگاه عجیب وارد میشه و همه چیزو به هم میریزه. رازهای پنهان، دروغهای پیچیده و یه پرونده قتل که هیچ چیزش ساده نیست. آماده‌ای برای وارد شدن به دنیای نایوز اوت؟ کارگردان این فیلم رایان جانسونه. همون کارگردانی که استاد پیچش‌های داستانیه. فیلمایی مثل لوپر و بریک دیدیم که چطوری با ذهنمون بازی میکنه. تو نایوز اوت جانسون یه قتل رو وسط یه خانواده بظاهر خوشبخت قرار میده و یه داستان معمایی و پر از پیچیدگی رو جلوی چشممون باز میکنه. اینجا نه چیزی اونجوریه که به نظر میاد نه کسی اونطور که نشون میده. همه چیز تو این فیلم یه حس خاص داره. از دکوراسیون خونه با اون مبلای قدیمی و نقاشی‌های مرموز گرفته تا ترکیب رنگ‌های تیره و گرم که حس خفقان و تنش رو به اوج میرسون. انگار خونه هارلان یک کاراکتر دیگه است. یه قلعه پر از اسرار که هر گوشش داستانی برای گفتن داره. از اون نوع خونه‌هایی که هر وقت یه در رو باز می‌کنی انگار یه راز جدید پیدا کردی. خانواده هارلان یه دسته آدم پر از راز و دروغن. هر کدومشون انگار نقاب به صورت دارن. دخترها، پسرها، حتی نوه‌ها. هر کسی تو اون خانواده یه دلیلی داره که به چیزی بیشتر از یه مرگ ساده شک کنه. و وقتی کارگاه بلانک با اون لهجه خاص و نگاه تیزبینش وارد ماجرا میشه، همه چیز پیچیده تر میشه. این کارگاه با بازی درخشان دنیل کریگ همه جا رو به هم میریزه تا به حقیقت برسه. یکی از کلیدی ترین شخصیت ها مارتاست، پرستار هارلان. اون با ظاهر ساده و شخصیت مهربونش مرکز توجه این معما قرار میگیره. مارتا بیشتر از هر کس دیگه‌ای به هارلان نزدیک بوده و این نزدیکی باعث میشه که همه بهش مشکوک باشن. اما آیا مارتا واقعا چیزی برای پنهون کردن داره یا فقط یه مهره توی یه بازی بزرگتره؟ یکی از چیزهایی که توی این فیلم فوق‌العاده جلب توجه میکنه طراحی لباس و استفاده از رنگاست. لباس‌های کلاسیک و شیک که هر کدوم به طرز دقیقی انتخاب شدن تا شخصیتی رو نمایش بدن. مثلا رنگ‌های گرم و غنی برای شخصیت‌هایی که در قدرت و ثروت غرق شدن یا لباس‌های ساده و معمولی برای مارتا که نشون میده چقدر با این خانواده فرق داره. این جزئیات نشون میده که هیچ چیزی تو این فیلم اتفاقی نیست و همه چیز برای یه هدف بزرگتر طراحی شده. هر سوالی که جواب میگیره یه سوال دیگر رو به وجود میاره. هیچ راه ساده‌ای برای فهمیدن حقیقت نیست. همونطور که کارگاه بلانک میگه بعضی وقتا حقیقت یه پازل عجیب غریب میشه. همه دروغ میگن، همه یه چیزی رو پنهون میکنن. ولی واقعا چی تو این خونه در جریان؟ چرا همه اینقدر به هم بدبین و بی‌اعتمادن؟ نایوز اوت فقط یه فیلم معمایی معمولی نیست. اینجا با یه قصه چند لایه طرفه که هوشمندانه توی هر گوشه‌اش یه سرنخ مخفی کرده. بازی‌های قدرتمند، دیالوگ‌های تیز و تند و کارگردانی بی‌نظیر جانسون این فیلم رو به یه تجربه فراموش نشدنی تبدیل کرده. اگه دنبال یه فیلمی هستی که هم فکرت رو به چالش بکشه و هم تو رو به دنیایی پر از پیچیدگی ببره، نایوز اوت رو از دست نده. همین الان برو ببینش و خودت معما رو حل کن. تو فکر میکنی که قاتله،